حالا ما شدیم مشرک برای که بالا سر قبر گنبد میسازیم. خب اگه بخواستید گنبد خراب بکنید چرا از قبر و گنبد ابو حنیفه شروع نکردید؟ مگه ابو حنیفه بزرگ شما نی؟ چرا گنبد داره؟ گنبد داره، گل دسته داره، زری داره، قبر داره. ها ابو حنیفه زری داشته باشه شرک نی، اما امام سجاد، امام باقر، امام صادق شرکه. اصلا شما خداتون هم میدونید چندی؟ مگه شیعه حرف غیر منطقی میزنه؟ چرا ما گنبد میسازیم بالا سر اولیاء خدا؟ ما برای پدر و مادرمون حرم نمیسازیم. ما هرچه حرم ساختیم برای کی ساختیم؟ برای پیغمبر و فرزندان رسول خدا. به خاطر که قرآن کریم تو قصه اصحاب کهف صاف دستور داد اصحاب کهف که در غار کهف از دنیا رفتن اونجا رو چیکار کنید؟ مسجدش کنید، حرمش کنید. چرا حرم میسازید؟ من یه سوال دارم، آیا پیغمبر خاطب و فرزندان پیغمبر حرمتشون از اصحاب کهف کمتره؟ منطقی ترین مکتب در عالم مکتب تشیعه. ما کی گفتیم سنی مسلمان نیست؟ کدوم از ائمه ما توصیه کردن به سنیا رسیدید مثلا جسارت کنید؟ ما رو مشرک میدونید؟ ما مال کیو بردیم؟ ما به قبر کی جسارت کردیم؟ ما به کی اهانت کردیم؟ خدا شاهد ما با اهل سنت مشکلن، ما حرف باشون